من الله کافله کیف یضیع من الله کافله و کیف ینجو من الله طالبه و من انقطع الی غیر الله وکله. پیش از هر سخنی میلاد با سعادت جواد الائمه ابن الرضا سلام الله علیه رو محضر همه شما عزیزان تبریک عرض میکنم. انشاءالله همه ما مشمول جود کریمانه جواد الائمه در دنیا و آخرت قرار بگیریم. جهت چشم روشنی و تبریک به محضر پدر بزرگوارش امام رضا سلام الله علیه و فرزندش حضرت مهدی ارواحنا له الفدا همه با هم صلوات اهدا می‌کنیم. اللهم صل علی با الهام از این حدیث و برخی آیاتی که میخونم، موضوع صحبت امروز ما هست بیمه شدگان الهی. بیمه شدگان الهی. شما امروز این مسئله بیمه خیلی جا افتاده. اصلا گاهی اوقات طرف ماشین خودش رو بیمه میکنه. خب میگیم اصل این بیمه چیه؟ اگه خدایی نخواسته تصادف بکنه، خسارت این تصادف رو اون بیمه کننده میده. گاهی اوقات آدم میاد خونه خودش رو در مقابل آتش سوزی، سیل، زلزله بیمه میکنه. خب اثرش اینه که اگه این خونه در اثر سیل و زلزله خراب بشه، اون بیمه کننده جبران میکنه. و از همه مهمتر گاهی اوقات انسان میاد بیمه درمانی میشه، بله، به اون بیمه گذار هر ماه مبلغی رو میده. میگیم چرا؟ میگه اگه خدایی نخواسته یه وقتی من مریض بشم، هزینه این بیماری های من رو اون بیمه کننده میپردازد. بله، بیمه یک کار بسیار عاقلانه‌ای است. حالا خدای متعال هم در قرآن و اهل بیت علیهم السلام در سخنانشون به همه ماها میگن آی انسان، تو بیا خودتو بیمه خدا بکن. خودتو بیمه خدا بکن. اگر خودت رو بیمه خدا کردی، اثر بیمه شدن خدا اینه که خدا هم هوای بیمه شده را در دنیا داره و هم هوایش رو در آخرت داره. اما اگر کسی بیمه خدا نشه، ضرر میکنه، هم در دنیا و هم در ازا میگه خسر دنیا و آخرت. چقدر قشنگ این آیات، چقدر زیباست این روایات. گاهی اوقات بعضی از دوستان میگن ما در دهه محرم، یک ماه رمضان، چه صحبت بکنیم؟ ما چه صحبت نکنیم؟ وقتی دو تا منبعی مثل قرآن و روایات داریم، هر موضوع انسان بخواد در این دو منبع میتونه پیدا بکنه. مثلا چند روز آدم در رابطه با بیمه صحبت بکنه. بعد تفاوت‌های بیمه قرآنی رو با بیمه های انسانی ببینید. به شما فقط ماشین رو بیمه کردی، اما اگه مریض شدی این بیمه کاری باید نه. میگه من ماشین تو بیمه کردم، خودتو که بیمه نکردی. اگر شما بیمه درمانی کرده باشی، تازه این بیمه کننده همه بیماری تو رو قبول نمیکنه، میشماره، میگه این امور تحت بیمه است، بقیه رو من قبول نمیکنم. اما خدا بیمه کنه چی؟ بله، اگر خدا آدم رو بیمه بکنه و ما بریم تحت بیمه الهی، حالا خدا به این چی جور جبران میکنه.
وجود مقدس امام جواد سلام الله علیه در این حدیثی که خوندم فرمود کسانی که بیمه خدا بشن اینا گیرش میاد. اما اگر کسی بیمه خدا نشه بره بیمه خلق خدا بشه چه چیزایی رو از دست میده. یک، کیف یضیع من الله کافله، چگونه ضایع می شود کسی که خداوند متکفل و سرپرستش باشه. میگه اصلا کسی که خدا متکفلش بشه بیمش بکنه اصلا ضایع و درمانده نمی شود. کیف یضیع یعنی درمانده میشه. چگونه درمانده میشه؟ کسی که خودش رو بیمه خدا بکند و خدا متکفل امورش باشه. چگونه میخواد درمانده بشه؟ یعنی اصلا درمانده نمیشه. کی؟ من الله کافله، کسی که الله کافلش باشه، خدا متکفلش باشه، خدا سرپرستش باشه، خدا درمان بیمه کنندش باشه. اما از اون طرف و کیف ینجو من الله طالبه، چگونه میخواد نجات پیدا بکند و در امان باشه کسی که خدا دنبال انتقامشه. بله؟ کسی که خودش رو از تحت تکفل خدا بیرون آورد و در مقابل خدا قرار گرفته، خدا میفرماید کیف ینجو، چطور میخواد نجات پیدا بکنه؟ کسی که من خدا جستجوگرش باشم. فرعون نجات پیدا کرد؟ بله؟ چرا؟ چون خدا میخواد ازش انتخاب بگیره. نمرود نجات پیدا کرد؟ نه. شما تا از زمان آدم ابوالبشر بگیر تا الان کسی که خودش رو از تحت تکفل و بیمه خدا بیرون کرد نجات پیدا نکرده و نمیکنه. اما از اون طرف امام جواد داره به ما امید میده کیف یضیع من کان الله کافله، چطور درمانده میخواد بشه کسی که خدا متکفلش باشه. سوم فرمود و من انقطع الی غیر الله وکله، خدا نیاره. فرمود هر کس از خدا قطع امید و قطع رابطه کند و امید به غیر خدا ببندد وکله، خدا هم او رو به همون غیر واگذار میکنه. میگه برو به همونی که دل بستی. خدا نیاره. و من انقطع الی الله، کسی که رابطهشو با خدا قطع بکنه، به سلامتی خودش مینازه، به مال خودش مینازه، به رفیقش مینازه، به فرزندش مینازه. من وصله به چی هستم؟ من وصله به کدام قدرت هستم؟ میگه حالا که از من بریدی من هم تو را به همون غیر واگذار میکنه. میگه برو ببین اون غیر برات چه میکنه. درست شد؟ پس امام در این روایت یک امیدواری میده، دو تا هشدار. امیدواری داده، میگه اگر بیمه خدا بشی الله کافله، خدا متکفلت میشه، خدا عهدهدار کارت میشه. اما اگر کسی تحت تکفل خدا نره راه نجات نداره، خدا او رو به همون غیر واگذار میکنه. حالا شما نمیدونم یا برای خودتون یا برای دیگری اتفاق افتاده، کسی که به غیر خدا دل بسته
هی به اون قید 1 با 2 با 3 با رو میزنه، این میخواد آخر چی میگه؟ بسه دیگه، چند بار، چقدر؟ حتی پدر آدم هم باشه بالاخره یه روزی میگه چقدر، بسه دیگه، برو دنبال کارت. یعنی تو رو از در خونت بیرون میکنه. نیست یا نه؟ واقعیت. بهترین پدرم باشه آخر بهت میگه، بهترین برادر باشه آخرم میگه، بهترین فرزندم باشه آخرش میگه فقط من فرزندت هستم، اونا هم فرزند هستن، اونا هم دخترن، اونا هم پسرن، چرا همه به من؟ آخه یه منت بهت میذاره. اما یه آیت قرآن داریم زیاد شنیدیم، خیلی زیباست، سوره زمر آیه 36. برادران، خدا تقریبا داره گله میکنه، میگه از من چه بدی دیدید به غیر من؟ بله، چشم میدوزید. الیس الله بکاف عبده. بله، اینا تابلو بکنیم تو زندگیمون. الیس الله بکاف عبده. آیا خداوند برای بنده اش کافی نیست؟ خب حالا فرق بیمه خدا با دیگران. گفتیم دیگر بیمه کننده ها فقط در جاهای بیمه میکنن. گفتیم بیمه خونه دیگه ربطی به بیمه درمانی نداره. اما این خدا اینجا چی میگه؟ آیا خدا برای عبد کافی نیست؟ بعد این خدایا در چه زمینی هوامانو داری؟ نگفته سن. درست شد؟ معناش چیه؟ یعنی در همه امور من خدا هواتو داره، تو همه امور. مریض شدی؟ من هواتو دارم. چطور؟ بگو یا من اسمه دوا و ذکره شفا و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمه. این نظر بیماریات من خدا هواتو دارم. خدایا رزق و روزی چطور؟ رزق و روزی هواتو دارم. ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین. دقت کردید؟ در رزق و روزی هم من هواتو دارم. بابا واقعا خدا داره اینا رو بعد میگه. تو سلامتی من هواتو دارم، تو رزق و روزی من. خب نسبت به قدرت ها چطور؟ بله میگه تو با من باش، کار به قدرت ها. به حضرت موسی و فرعون چه گفت؟ اذهب الی فرعون انه طغی. آقای موسی برو تو دل دشمن. خدایا او فرعون کارش، خودت تو قرآن گفتی یذبحون ابناءکم و یستحیون نساءکم، مرداتون رو میکشه، زناتون رو به اسارت میگیره. درست شد؟ برو من هواتون رو توی آیه انا، بله من خدا، اونی که شما دوتا برادر موسی و هارون خواستی، همه اونها رو برآورده کردم، نگران نباشید برید. دقت کردین؟ در برابر قدرت ها هم ما هواتون رو داریم. بعد همین آیه که خوندم الیس الله بکاف عبده، میفهم و یخوفونک. پیامبر یه عده تهدیدت میکنن، ترست میدن. از چی؟ یخوفونک بالذین من دونه، از غیر خدا تو رو میترسونن. تو ذیل آیه داره که یه عده اومدن به پیغمبر گفتن اگر به لات و عزای ما دست درازی کنی، توهین بکنی، اونا پدرتو در میارن. خدای متعال میفرماد الیس الله بکاف عبده. در برابر اون تهدیدها هیچ نگران نباش. خب من چند نمونه از کفایت ها رو میخوام بگم از نگاه قرآن. برادران
واقعا اعتقاد پیدا بکنید. در جریان قدیر وقتی پیغمبر بخواد امیرالمؤمنین رو اعلام بکنه امامتش رو، بله، همین ترس و نگرانی بود اطراف. خدا میفرماد والله یعصمک من الناس، من الناس، یعنی اگر همه دنیا یک طرف بشن تو در جریان ابلاغ ولایت امیرالمؤمنین یک طرف باشی، نگران نباش. چرا؟ والله یعصمک من الناس، خودتون از مردم حفظ کنید، نگران نباش. این به درد ما میخوره این آیه. باز خدا داره بگه خدایا اگر من برم یک حرفی رو بزنم، حرف حق را، دیگران شاید مسخرم بکنن، فلان عمل رو هیچ کس نماز نمیخوره، من بلند بشم برای نماز شاید منو مسخره کنن، هیچ کس این حرف رو نمیزنه، اگر من بزنم مسخرم میکنن. خدا میفرماید انا کفیناک المستهزئین، انا کفیناک المستهزئین. بله، مثل گاهی خود میگن گر خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو. هر کی گفته غلط کرد این حرف رو. اگه جماعت در کار اشتباه میکنن، من چون به خاطر اینکه رسوا نشم باید مثل اونها بشم؟ بله؟ بله، خدا اگه من نشم منو مسخره میکنن. میگه نه، تو بسوار حرفاتو به من، کاراتو به من، انا کفیناک المستهزئین. من دهن اونا رو گل میگیرم، حرفاشون رو بیخاصیت میکنم، دقت کردی؟ تو رو عزیز میکنم. پیغمبر زمانی که شروع کرد چند نفر بود؟ تنها. بله؟ یواش یواش دوربر پیغمبر رو ساخت. نمونه دیگر، نوح رو از غرق شدن نجات داد یا نداد؟ ابراهیم رو از آتش نجات داد یا نداد؟ موسی رو از خطر فرعون نجات داد یا نداد؟ عیسی رو از به دار آویختن نجات داد یا نداد؟ پیغمبر رو که 40 نفر به نمایندگی از 40 قبیله رفتن نجات داد یا نداد؟ اینا همه نمونه هاست دیگه. بله؟ میگه کسی که بیمه ما بشه، خب ما هواشو باید یه سالیجه میمونه. تو دنیای امروز برای بیمه شوندن یک شرایط داره. بیمه شونده چیه؟ میگه یه عقد قرارداد بنویس، ماهانه این مبلغ رو به عنوان حق بیمه باید بپردازی تا ما به موقع به خدمت داره شما بدیم. اینجا یه سوال مطرح میشه، شرط بیمه شدن خدا چیه؟ بشد شرط بیمه شدن خدا چیه؟ یک چیز، بندگی. الیس الله بکاف عبده. شرطش ما عبد بشیم. برای خیلی حرف تو این آیه است. من یه انتظار ازت دارم، به جایی که بنده ی هوا و هوست بشی، بنده دیگران بشی، بیا بنده خودم بشو. چند برابر دیگران میخوام بده، من بهت میدم. الیس الله بکاف عبده. چند برابر چیه؟ تو همه زمینه ها هوا تو دارم. میخوای ازدواج بکنی، آیون آیه هست دیگه، و من کان فقیر، بله، یغنیهم الله من. و وقتی این آیات دادن کنار هم بگذاره، میگه ازدواج بکن، نگران نباش. اینو باور باید بکنیم. تا آدم ازدواج نکنه احساس مسئولیت کار نمیکنه. اما همین که اسم ازدواج اومد، خب ازدواج کنم، خرج خودم، زنم، فلان، فردا بچه بشم، پس برم یه شغلی پیدا کنم، پس یه کاری. یعنی ازدواج آدم رو از این تنبلی بیرون میاره. اصلا نیست. این خدا میگه برو، من سوراخ سنبه خطا باید باز میکنم. یغنیهم الله من. اگه وقت مریض بشی نگران بیماریت هم نباش. و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت. رزق ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین. بعد تو همین آیه که خوندم برای شما، یک
چیزهای عجیب غریبی داره. میفرماید که اگر بنده خدا باشیم هیچ قدرتی نمیتواند ما را بشکند. خیلی عنایت کنید این آیه را. و من یهد الله فما له من مضل. آیه هست و من یهد الله فما له من مضل. کسی که خدا هدایتش بکنه، هواشو داشته باشه، یهدی راهت نشون میده. دقت کردی؟ فما له من مضل، دیگه هیچ گمراه کننده ای براش نیست. دیگران بخوان منحرفت بکنن و منحرفت نمیکنه. اما یه آیه دیگر عجیب داریم. یه آیه داریم که اما اگر کسی که با خدا معامله نکند، با دیگران معامله بکند، بله، هیچ کس نمیتواند. و من یضلل الله فما له من هاد. این دو تا آیه رو کنار هم بذاریم، بریم زیر چتر خدا. و من یهد الله فما له من مضل. درست شد؟ کسی که خدا دستشو بگیره ختم شکست نداره. اما اگر خدا رهاش بکنه، و من یضلل الله، اما اگر خدا لطف خودشو برداره، فما له من، یک جا میگه فما له من مضل، یه آیه میگه فما له من هاد. اگر با خدا باشید مضلی برات پیدا نمیشه، اما اگر با خدا نباشی هیچ هادی برات پیدا نمیشه. یک شعر رو هم پیدا کردم، این رو اگه حفظ بکنید خیلی خوبه. گر نگهدار من آن است که من میدانم. استیکرام تو دلت با او باش، رفیق باش. گر نگهدار من آن است که خود میدانم. هیچ کی نمیدونه قلب منو که من سیمم به کی بسته. شیشه را در بغل سنگ نگه می‌دارد. خیلی تمام آیات توحیدی توشه. گر نگهدار من آن است که خود میدانم، اون رفیق من، اونی که من دست تو دست او گذاشتم. شیشه را در بغل سنگ گران نباش. ابراهیم رو تو آتش نگه داشته. موسی رو که بزن تو دریا، خدا دریا برو من درست میکنم. بله؟ عیسی رو یه جور پیغمبر رو با تار عنکبوت نگه داشت. داشت یا نداشت؟ خدایا به محمد و آل محمد و به مولود امروز امام جواد سلام الله علیه قسم میدهیم روز به روز بر اعتقاد ما، ایمان ما و توکل ما به خودت بیفزایی. خدایا ما را به خودمون وامگذار. خدایا ما را به غیر خودت هم وامگذار. خدایا همون که پیغمبرت فرمود بهترین دستگیره برای شما قرآن و اطرت هستن. انی تارک فیکم الثقلین. خدایا ما را از متمسکین واقعی قرآن و اهل بیت قرار بده. فرج